سلام دوستان، بازی جنگ در محله رفقا رو یادتون میاد؟ همونی که خیلی شعر بود. خب امروز یه بازی چرتر از اون آوردم که رسما اگه تریاک بازی میشد اون، یعنی شبیه ساز گوزن تریاک فروش. توضیحات اضافه نمیدم و این شاهکار رو اسپویل نمیکنم تا خودتون منظور منو بگیرید. پس بریم سراغ ویدیو. و بله، اولین صحنه‌ای که میبینیم گوزنیه که گردنش دراز میشه و کاملا منطقی. این بازی باید به جای دیر سیمولیتور تریاک سیمولیتور میشد. چیزایی که من ازش دیدم، تریلرش رو دیدم و پشمام ریخت. حالا بریم ببینیم واقعا بازی مثل خودش هست یا نه. ببینیم که بفهمیم داستان از چه قراره. این بازی آرت استایلش خیلی شبیه جنگ در محله دوستانه، همون بازی که با هم رفتیم. و آره گوزنه، همین واقعا فقط یه گوزنه. و آره من تریلر اینو دیدم و پشمام ریخت. داداش چجوری اثرات تریاک؟ داداش رسما اثرات نکن. حیوان شو، میپره. نگاه کن، قدرتمند میشه، هادی چوپان میشه، میدوه. من میدوم مثل سگ. لا داداش. خب گوز ماشین هم سوار میشیم، جالبه. بریم. یا اول فصل چقدر سری میریم. ایوه بپر، بریم پیش گاو. داداش گاو کسخون چی شد؟ سر چیه بازیش؟ نمیفهمم این چیه. تریاک اثرات تریاک. گاوه رو داری میزنی؟ گنده اینجا کیه؟ دوستان ما قبل از GTA 6 گوزنی داریم که به یک گاو گنده مشت میزنه. کس و شعر خالص. نگاه کن تو رو خدا. بزن خب. آخری هم قشنگ عالی زدی. بریم به اونی که اینا گوزن نشو، همین هادی چوپان بشو. باشی کشتیمش بکنه. دو خیلی باحال میدوه، میچوسه و میدوه. نگاه کن. نکن. سوم گاولی چیکار داری میکنی گاولی؟ ببینم قهوه‌ای شدی مگه سفید نبود؟ داداش چه میپره ماشاءالله. ایول تخریب پذیری شهر بالا. من این گردن درازه داستانشو نمیفهمم چیه. داداش عزیز من، برادر. داداش تو رسما خدایی، قابلیت‌های خدا رو داره. بوزه پدافند هوایی میزنه میتره با گردنش. منطقیه. رفتیم پشتش. داداش بوزه رو بوز که نه، گوزنه به جای شاخ تفنگ گذاشتیم شاخش. منطقیه. چجوری ازش استفاده کنم؟ گنده اینجا کیه؟ پدر سگ برو من. بیا اینجا ببینم. نه داشت تریاک که ضرر نداره، همچنین تریاک. صندوق دوباره. ببینم دیگه چی میده به پشمام. AK بگیرش. AK 47 رو بگیرش. کولت بود الان شد AK. الان هم کولت هم AK. فقط من نمیدونم چجوری باید ازش استفاده کنم. چه بگی؟ بدر سگ بیا اینجا ببینم. ماهیه رو بده. نه داداش تریاک که ضرر نداره. تریاک که هیچ چیز نیست. ضرر نداره. چیکار داری میکنی؟ خانم چیکار خانم؟ سلام نشون داد بهش. بذار غیر بدم با هم دیگه.
هواپیما رو بذار رو آسمون میخوام بگیرم. مقبره کوروش کبیر. پشما بریم به مقبره کوروش کبیر. چه خبر اینجا؟ یه چیزایی من دارم آنلاک میکنم نمیفهمم قضیهش از چه قراره. من میخوام از این تفنگم استفاده کنم. چیکار کنم؟ یا اول فضل چیه؟ سبحان الله. دوباره چست باز کردم. دارم چست رو بردار. داداش ماهیه داره وسط هوا شیک میزنه. بعد من دارم به چست هم میاد. برو پیش ماهیه. بعد تا 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 تا. یا خدا، این بازی بهترین بازی سال، باید جایزه بهترین بازی سال رو بگیره. قصر شم تو پاندای کنفکار 2 کاش قابل ورود باشه. بپر. همه بذار برم بیرون. پدرسک. خب الان میتونم برم. تریاک سیمولیتور 1. این بازی من اونجوری که شنیدم نسخه آینده هم داره و اگه خوشتون اومد نسخه آیندهش هم میریم. دوباره چه اسپاس کردم. کلت نه داداش تریاک که ضرر نداره. همچنین اصلا تو تریاک خانم خیلی ممنون که با هم قرار دادی. دست داد نکنه. بذار اسپنج بزنم. ولش کن گم غلط کرد. تریاک ضرر نداره. همچنین تریاک. چقدر میگن تریاک اسب. حالا اسب ولی حیوانی که سوار حیوان میشه منطقیه. آدم سری میدوه. البته نه خیلی کل میدوه. فقط افکت سری دویدن میکنه. کلید. چقدر چست میدی. شرمنده است ولی ببخشید. بریم. با اسفلی بپر داداش. سبحان الله. اون چیه؟ بازی رسما تریاکه. خیلی خوب من میشینم اینجا برای خودم استراحت میکنم. شما هم برید تا لایک و ساب میکنید. من اینجا استراحت میکنم. کونه کوالا ها هم دید میزنم برای. سبحان الله. کوالا ها رو بزن. یا برفر. کوالا رسما خدای از منم قوی تر بودن تا کوالا. عالیه این بازی عالیه. ایول کل تا 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 جانوی که مناطق آهویی شدم من. ببین رای ببین دیگه. ببین پدر سگ. ببینیم نهایت بازی چیه. آخر بازی. دوباره صندوق. باز کن. کلید. یه کلید بده. کلید نیاز دارم. میخوام برم در اون رو باز کنم. نه کوالا زد پدرمون رو در آورد. پدرس آجی خونه جون داره. میتونم بزنمش. پشمام. قطار پدر سگ. چی شد؟ پدافند هوایی زدم. آرامش خودت رو حفظ کن. چرا گردن اسپایدرمن گردن آهویی. ولش کن. این دفعه دیگه کوالا رو باید بکشم. ببر. نه اینجوری که نمیمیره. تیری بزن. نه بخورم. نگو بخورم. بیناموس. بلم کن. کوالا رو رسما نیست گوشت نمیشه کرد. بابرم از کوالا لک شد. چرا بابرم از کوالا. ای بابا دوباره چست داد بمون. بازش کن ببینم. چست رفته رو شونمون. ای که 48 این به جای 47. خیلی خوب بذار ببینم با گردن دراز چیکار میشه کرد. عزیزم
دوباره همونجا. نه این تابلو رو ولش کن. تابلو صلوات فرستاد دیگه، بس کن. تو هم صلوات بفرست. بذار بریم پیش پیش اونجا، پیش کوالا دوباره. سلام. سلام خوبی؟ همین دیروز مرد، پدر از مرد، همین دیروز مرد. منطقیه. یا اینجا ببینم. آی بله. آدماش نمیمیرن. کوالا رو دوباره میخوام برم پیشش بزنم. صبر کن. ای اسبه دوباره اینجاست. ای کوالا کوالا. واسه برم از راه دور بزنم. حساب کن که راه فرار داشته باشم. آماده ای؟ بگی یا خدا بله. بابا کوالا خیلی پدر سگه. چرا وقتی میمیریم لک میشه؟ اشکال نداره. کوالا من دارم میام بذارم یه جایی. هواپیما تریاک ضرر نداره. همچنین تریاک دوباره داره میره. تو داره میده تو داره میده نمیدونه پدر سگ. داره میده تو داره میده نمیدونه. جدا از این که این بازی خودش به تنهایی تریاک اعلاست، من خودم هم انگار یه طوری رفتار کردم که انگار 3 کیلو تریاک و هیروئین رو با هم زدم. مقبره کوروش کبیر دوباره بریم. من نزدم خودش سوار شد. ایول بریم با این ون و بچه ها رو گول بزنیم بدزدیم. بریم. کوالا بیا اینجا ببینم. بگیرش خب. بوه داداش گوزن سیمولیتور مناطق تریاکی. بزنش. ندارم این چی که بزنمش. باید اول چست باز کنم. فقط نمیدونم چجوری چست باز کنم. چست بهم بده ببینم. ببین یا اول فاز ببین خود دیگه لذتش میبرم. ایول یه چست بهم داد. بابا کلید من میخوام بکنم تو کونم. کوالا رو میخوام بزنم ببینم چی میشه. ولش کن. صلوات بفرست. ولش کن. سلام داداش خوبی؟ بیا هم غیر بدیم. فرار نکن. بیا اینجا آقا. بیخوایه ترسو فرار کرد. بیا من تو برم. 2000 years later. اونم گوزن شد. منطقیه. گوزن شد. از این شاخا در آورد. بازی تریاکی برای اولین بار در چنل گیم فور یو. داداش ولم کن. چرا دنبال من میای؟ بیا گام شو. داداش ماشینه مردم. تو هم اگه میخوای من کوالا رو بزنم صبر کن تا بریم واسه نسخه آینده شده این بازیه. چون این بازی نسخه هم داره داخل آینده است و اون دیگه باید خیلی انتر از این که الان هست باشه. البته اگه داخل این تفنگ از داخل این چیز چست تفنگ باشه که بود، کوالا رو میزنیم. کوالا بی‌ناموس بیا اینجا ببینم. واسه بابا تو چی میگی؟ بیا برو سیکتیر کن. خیلی خوب بذار تا اینو میزنیم صاحب باید سریع فرار کنم. بذار یا خدا داداش نمیتونم بزنم. شریفش نمیشم. یا اینجا ببینم تو دست کریم من بی خیالت بشم. بی ناموس بیا اینجا ببینم. من موندم سازنده این بازی رو دراج بوده داشته این بازی رو میساخته. والا بی ناموس یا بخون. بیا بشینم بچی بشینم.
حداقل از گلزار که بهتر بود. قبول دارین؟ خیلی خوب دوستان، پارت دوم این بازی رسما شیشه است به جای تریاک. نسخه آینده شو میگم، پس اگه میخواید اونو بریم لایک کنید و تو کامنت هم بگید. خداحافظ.